شما بخیر دوستان عزیز. تخمینا 2 سال قبل ما با صدای تلویزیونی ورزش نفری را دعوت کرده بودیم که هدف و مقصدهای بزرگ داشت، اما برای عملی کردن آرزوهایش عاجزی میکشید. ولی امروز همین بچه به حیث جایزه‌دار چمپیونات جهان مهمانی برنامه ما شده است. چگونه روزها را پس سر کرد، چگونه توانست تا به چمپیونات جهان راه یابد و امروز تمرین‌ها و آمادگی‌هایش در کدام سطح و صفت است، در ادامه برنامه یکجا خواهیم فهمید. شاهرخ نظرов عضو منتخب پارالمپیچیان کشور، دارنده نشان برنجی چمپیونات جهان سامبو در سال 2024 میان نفران امکاناتشان محدود. خوش آمدید شاهرخ. رحمت کلام. خب شاهرخ، چه حال دارید؟ روحیه چگونه است؟ امروز بعد از مسابقه چمپیونات جهان که یک جایزه به دست آوردیم، امید به آینده پیدا شد، هدفهای نو به نو پیدا شد تا ما تمرین‌های خود را دوچند کرده باز هم به دیگر مسابقه ها اشتراک کنیم. سلامت باشید. امروز نگفته نماند دوستان عزیز که شاهرخ از ناحیه شهر نو مهمانی برنامه ما شدند. خب بیا اکنون درباره راه یافتنتان به چمپیونات جهان قصه میکنیم. چگونه این آرزوی شما عملی شد؟ ما خیلی پیش خبر داشتیم که چمپیونات جهان می شود و من روز به روز آمادگی ها رو بیشتر کرده و به همین مسابقه اشتراک کردن خواهش داشتم و تمرین میکردیم. کی پیشنهاد کرد شما رو؟ مرا فدراسیون سامبوی تاجیکستان. خب بعدا رفتید در چمپیونات جهان که در آستانه قزاقستان برگزار شد شرکت ورزیدید. خب دوستان عزیز، یادآور میشویم که آن ملکه و مهارت و آن کسبیتی که شاهرخ نظرов دارد واقعا امروز تا جایی توان میتواند که در میان ورزشکاران امکاناتشان محدود تاجیکستان را معرفی‌گر باشد. شاهرخ، اکنون بیاید درباره رقابت‌های شما در چمپیونات جهان صحبت میکنیم. در نبرد اول خود با لازیز قهاروف از ازبکستان روبرو شدید. آیا قبلا از این حریف خود شناخته داشتید؟ در یگان مسابقه واخورده بودید؟ نه، ما اولین بار با این نفر به رقابت در اومدیم و خیلی رقابت خوب هم گذشت و خیلی هم قوی هم بود و ما حرکت کردم که دست بالا گردم. اساس موفقیت در همین رقابت در چی بود شاهرخ؟ از کدام جهت شما به فکر خودتان برتری داشتید؟ برای که من اصولها را خوب اجرا میکردم و سرعت خوب بلند داشتم از روی همین. خب بعدا راه یافتید به مرحله دیگر که آنجا بر مقابل میزبان این مسابقه اندر میدان شدید که او را هم با آسانی شکست دادید. بله، وقتی که پیش از بر اومدن معلم میگفت که باید با صاحب میدان هم خیلی گوشتین بگیرید که مقصد برتری زیاد احساس شود. بله، برتری زیاد احساس شود و شکر خدا ما هم خیلی کردیم. توصیه های مربی یعنی کمک کرد بر شما؟ بله، من در اونجا با همراهی دلیر نیازف بودم و استاد خیلی کمبودی های اون کس رو بر من فهمون و من گوشتنی خوب گرفتم. خب بعدا در همین جریان چون مشاهده کردیم شاهرخ، شما با مرحله نیم نهایی راه یافتید و در مبارزه بر مقابل پهلوان فدراسیون روسیه ویکتور دودنکو شکست خوردید. خب چی نرسید برای شاهرخ؟ آیا امکان بود که همین حریف را شکست بدیم؟ بله، امکان بود. این رقیب ازلی من است و رقیب اساسی من در سامبو که همین نفر است و اینها پیش از این مسابقه در سوچی خیلی زوبروی دست جمعی گذرانده بودن و اشتراک خوب داشتن و من باشم خودم با همراهی خودم در توقگی تمرین میکردم و با همین مسابقه سفربر شدم و یگان حتی زوبوری که نبود که ما در آن اشتراک کنیم. مشقای دست جمعی. بله. یعنی سبب شکست در همین بود؟ بله، می شود همه رقیب رو مغلوب کرده، اما گپ تیاری است که باید تیاری خوب باشد و من هیچ جگاه تیاری خوب کتی در مسابقه اشتراک نکردم، برای که باید همه طرفه خوب باشد که تو در مسابقه اشتراک کنی. شاهرخ، چرا شما تیاری خوب قدی اشتراک نمیکنید؟ چیزی اساسی اون که در تاجیکستان دیگر مانند من ورزشگر نیست
аммо мешавад бо олимпистҳо ҳам тамрин кунам. аз сабабе ки бояд ҳамаи хароҷотҳоро бояд ман худам кунам, барои ҳамин ман имкон надорам ки ҳамаи ҳамин чизое ки нуқта ба нуқта ҳаст бояд ман ҳамаи оро иҷро кунам. пас шумо ки ҳадаф ва мақсадатон барои муаррифии кишвар аст, оё нест дастгириҳое ки аз ҷониби ё мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи шаҳри нав бошад ё аз ниҳодҳои варзишии кишвар? хушбахтона кумитаи ҷавонон ва федератсияи зудо бисёр мусобиқаҳо ба дастгирӣ карданд ва аммо мо аз чемпионати ҷаҳони самбо омадем. дар ягон ҷо ҳатто аз шаҳри нав, ҳатто аз ягон ҷо вокунише нашид, ҳатто даъват ҳам накарданд ки хуб ки ту барои парчами ватанро бардоштӣ. бисёр ҷои афсӯс аст воқеан, чаро ки дар чемпионати ҷаҳон ширкат кардану мавқеъ пайдо кардан, соҳиби ҷоиза шудан, албатта ин ифтихори як миллат аст, аммо баъзан бинандаи азиз мо ба ҳамин гуна рӯйдодҳо ҳам во мехӯрем ки ин гуна заҳматҳо аксар вақт аз ҷониби масъулини соҳа нодида гирифта мешавад. албатта Шоҳрух, ман фикр мекунам шумо бояд роҳафтода нашавед, чун ҳадаф доред, мақсад доред, ба сӯи муваффақият талош мекунед, метавонед ки боз ба ҳамон қадрдонӣ сазовор бошед. ҳамин тавр Шоҳрух, шумо аз марҳилаи нимниҳоӣ шикаст хӯрдед ва як имкони дигар пайдо кардед ки барои нишони биринҷӣ мубориза баред. дар ин бора бигӯед. бале, бо ин рақиб мо ошноӣ доштем. соли 2023 дар ҳамин чемпионати осиё якум рақиби ман ҳамин нафар буд ва ба ин ҷо аз Филиппин ва дар ин ҷо ҳам барои ҷои сеюмам хушбахтона дуюм бор ман ғолиб омадам бо ин рақиб. хуб, ҳамин тавр дӯстони азиз, Шоҳрух Назаров тавонист дар чемпионати ҷаҳони самбо дар вазни 79 килограмм барандаи нишони биринҷӣ шавад, ки ин ҳам барои як варзишгаре ки танҳо тамрин мекунад, яъне он омодагиеву тамринҳои доимӣ агар гӯем фикр мекунам надорад, ин дастоварди хеле бузург ҳам ба ҳисоб меравад. харҷе ки барои рафтану омодани шумо буд, барои буду боши шумо дар чемпионати ҷаҳон буд, ҳамин аз ҷониби кӣ буд? ин аз ҷониби худамон буд, аз ҷониби худи ману худи устод. баъд ӯҳо барои мо пешниҳод карданд ки мо барои шумо ҷои хоб медиҳем, роҳгиро бояд аз худтон бошад. ва мо мутаассифона ба роҳ рафтем, 3 рӯз дар роҳ будем. ман рафтам ки вазнам 3 килограмм кам шудааст ва рӯзи ҳамун вазнкашӣ мо дар ҳамун ҷо расидем, дар таги барфу борон, шамолҳои сахт ва мо ҳамин хелам роҳафтода нашуда мубориза бурдем, ба ҳамин натиҷа расидем. баъд аз аус омадан ҳамун фиас мегӯянд, ҳамун фиас федератсияи ҷаҳонӣ самбо. бале, аммо гӯштини маро хуб тамошо карда ва онҳо ба ман гуфтанд ки биё ма барои ту чиптаи ҳавопаймо мегирем, аз авусу ба душанбе биё.
مادامی که دستاورد به دست میآید، مادامی که یک ورزشکار برای آبروی این کشور تلاش میکند، این البته نخست رسالت فدراسیه ها است که برای سفربر کردن ورزشکاران یک برنامه های مشخص رو هم روی دست بگیرند و توانند که در سفربر کردن ورزشکاران نقش خود را گذارند. من فکر میکنم که این مشکلی ها بایستگی حل خود را میابند. خب اکنون طبق آن نقشه که باید میان ورزشکاران امکاناتشان محدود مسابقه شود، امسال چگونه است؟ هست مسابقه هایی که برای اشتراک کردنشان شما تلاش کنید؟ بله، چمپیونات جهان باز این سال می شود در ترکمنستان. از کدام نمود؟ از همین سامبو. و ما حرکت میکنیم که باز اشتراک کنیم و باز این سال خدا خواهد جای اول گیریم در همین چمپیونات جهان در ترکمنستان. البته هدف است، مقصد است، کوشش است و امید داریم که نتیجه خوبتر میشد. خب شاروخ بید درباره خود کمی زیادتر معلومات دید. از کجا شروع شد همین محبت به ورزش، به نمودهای گوشتین؟ من از سن 8 سالگی ورزش رو شروع کردیم. تمرین کردیم با گوشتین جودو. تمرین کردیم. من او وقتا نمیدونستم که مسابقه ها می شود برای ما پارالیمپیستان. من او معلومات نداشتم و ما نکی تمرین میکردیم. سالها گذشت و مسابقه های جمهوری برآمدیم و اشتراک کردیم. آهسته آهسته هم قدم به قدم همش بعد مسابقه های بین‌المللی راه یافتیم. باز من امروز مسابقه های جهانی دام حتی من مدال گرفتیم. 2023 در همین سامبو جای دوم شده بودیم در جام کشوده آسیا. در اونجا در فینال باز همین رقیب فدراسیون روسیه با همین رقیب باخته بودن. تمام همین زحمت های ما برای وطن است. ما در مشکلی ها نمی‌هراسیم، برای وطن خود میکنیم. باز در آینده خدا خواهد باز ما حرکت میکنیم. تا وقتی که ما جان داریم ما حرکت میکنم که باز مدال های خوب و رنگین رو برای وطن خود هدیه کنم. بار اول با چمپیونات جهان رفتید، تاثیرات چگونه بود؟ روحیه چگونه است اکنون بعد از محیط چمپیونات جهان آشنا شدن؟ خوب بود، خیلی خوب. ما با همراهی بسیار نفران دوست شدیم. خوب بگذشت و من کمی راه افتاده شدم برای که من همیشه از خودم ناراضی هستم، برای که من باید فقط مدال خوب رو برای وطن هدیه کنم و اما وقتی که من مدال رو به دست گرفتم و شکر کردم که من از اینجا به مدال نرفتم و اولین مدال رو من برای تاجیکستان هدیه کردم. خب امروز اکنون در چه حالت؟ آمادگی چگونه است؟ در کجا تمرین میکنید؟ امروز آمادگی خوب است. در شهر نو تمرین کرده ایستادیم و فدراسیون زودو وعده دادن که باز با مسابقه های آینده تو رو روان میکنیم و ما تمرین کرده ایستادم. آمادگی هست؟ آمادگی هست. البته ما از مسابقه آمدیم، بعد از یک هفته باز تمرین رو شروع کرده و دوام داده ایستادیم. خب دوستان عزیز، شاروخ چون ما قبلا هم اشاره کردیم، هم در رشته پارا جودو و هم در رشته پارا سامبو در این نمودهای گوشتین کشور ما رو نمایندگی میکند. امکان نیست که شما بیاید در شهر دوشنبه تمرین کنید؟ بله امکان هست، اما اون خراجات هایی که میشود همه او رو من خودم پرداخت کرده نمیتوانم و باشد یگان امروزها خیلی زیاد است که کلوب های زودو، معلم های خوب که مقصد بیاین همراه کار کنیم و من با بسیاریش که پیشنهاد کردم، متاسفانه بسیاریش که قبول نکردن این پیشنهادهای مرا و من هم خیلی راه افتاده نشده تمرین کرده ایستادم. نبود معلمی که من پیشنهاد نکرده باشم و بسیاریش رد جواب دادن. شما گفتید در ناحیه شهر نو این حال تمرین میکنید. اونجا شرایط چه است؟ با کی تمرین میکنید؟ کی کمک میکند با شما؟ شرایط نه اونقدر خوب است، برای که رقیبان نیستند، اما خردترکانند و ما حرکت میکنیم که کمی هم باشد از فرمای ورزشی خود نبرآمده در همونجا تمرین‌های خود را ادامه میدیم. تمرین‌های خوب میشود در دوشنبه، اما ما با او شرایطی نیست که ما خیلی میبینیم گو وقتا یک هفته به یک بار
لیکن هر روز آمدن در یک روز 2 بار در دوشنبه تمرین کردن این برای ما دشواری است. در ناحیه شهرنو مربی علایده دارید یا که خود مستقیما تمرین میکنید؟ مستقیما تمرین میکنم و همین تمرینای خود را با استادان بسیار مشورت میکنم و از آنها توصیه میگیرم و خودم دوام میتیم. اگر دوشنبه بیاید اینجا با کی تمرین میکنید؟ اگر دوشنبه بیایم با زل معلم رؤوف حکومتوف، روزهای جمعه ما در همونجا بعضی وقت با همراه دوستامون میبیاییم. من در آخر میخواهم یک چیز را قید کنم که ما همین ورزش پارالیمپی در تاجیکستان نو رشد کرده ایستاده است. در دیگر گوشه جهان آنها خوب توجه دارند و من میخواهم توجه شود از کمیته جوانان، از دیگر فدراسیون‌ها، از ورزشگران، از مربیان در دیگر دولت‌ها. ورزشگران مشهورشم با پارالیمپیستا کار میکنن، اما متاسفانه در تاجیکستان ما این چیز نیست و میخواهم که خوب توجه شود و ما تمرین کنیم و یگان مربی خوب یافت شود که ما همراهش من کار کنم و من باور دارم که میتونم این چیز را. من اگر که باور نمی داشتم تو به اینجا و تو به دیگر جاها نمی رفتم. من میتونم، لیکن باید پیش از مسابقه باید تمرین خوب کردن در کار و مربی پروفسیونالی باشد که مقصد ما همراه او کار کنیم و هر لحظه او با من مشورت های خود را بدهد. ما با شما موفقیت خواهان هستیم و باوری داریم که این سخنهای شما با گوش نفران مسئول، با گوش آن نمایندگان ساحه میرسد و برای دستگیری شما، برای سفربر کردن شما با مسابقه های جهانی البته کمک خود را میرسانند. بیننده عزیز، یادآور بشویم که همصحبت ما بودند شاهرخ نظرов، عضو منتخب پارالیمپیچیان کشور در رشته‌های گوشتین پاراجودو و پاراسامبو، برنده مدال برنجی چمپیونات جهانی سامبو در سال 2024. بار دیگه خوش آمدید شاهرخ و در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. تا نزدیکترین دیدار، خیر.